بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه نامداران سرزمین فارس. شمایی که میخواهید با تاریخ پرعظمت، پرشکوه و تاریخ پر افتخار سرزمین خودمون، نیاکان خودمون، عزیزان خودمون، علما و اندیشمندان خودمون آشنا بشیم. آشنا شدن با تاریخ گذشته به خاطر افتخار، تنها به خاطر افتخار و به قول بعضی از عربا که میگفتند که بعضی ها میگن که کان ابی با ما اینیم و اون بودیم و پدرمون این کاره بود، اینا برای این نیست. میخوایم بگیم که ها انذا، میخوایم بگیم که ما نیاکانمون چنین بودند و ما بهتر از اونا هم خواهیم شد. ما از تجربیات بسیار زیادی که از میراث نیاکان خودمون داریم میتونیم آینده خودمون، فرزندان خودمون و خودمون رو بهتر و بهتر بسازیم. امروز با شخصیتی آشنا میشیم بسیار مهم که در فن خودشون تا امروز بی‌نظیر هستند و هر کسی در این فن بخواد گام بذاره خودش رو شاگردی از شاگردای ایشون میشناسه. این شخصیتی که در تاریخ بیشتر به همسایه خدا شناخته میشه، بله، جارالله، امام جارالله زمخشری ابوالقاسم محمود ابن عمر. امام زمخشری که به اصطلاح مدت زمان زیادی رو در مکه مکرمه طی کرده بودن، بعد دیگه خویشا و عزیزان و به اصطلاح اینا میگفتن که آقا محمود کجاست؟ میگن رفته خانه خدا جارالله شده، ایشون اونجا رفته همسایه خداست دیگه. به این صورت به اصطلاح مشهور شد به امام جارالله زمخشری. ایشون در سالهای 467 هجری 1074 میلادی، یعنی در نیمه های دوم قرن پنجم متولد شدند و در نیمه اول قرن ششم 536 یا 1143 میلادی چشم از جهان فرو بستند. ایامی که ایشون هستند سلطنت یا خلافت یا دولت عباسیان هست. دولت عباسیان ویژگی که داشت این بود که به علم و اندیشه و به تمدن و فرهنگ اهتمام خاصی داشتند. امام ابوالقاسم محمود ابن عمر ابن محمد ابن عمر خوارزمی زمخشری زاده این دوران هستند و در همون ابتدای کار در پی علم و اندیشه و دانش بودند. اولین سفری که داشتند به بخارا رفتند. بخارا در اون زمان یک مرکز علمی بسیار مهمی بود و دانش آموزایی که این دور برا بودند بیشتر سعی می‌کردن به مراکز علمی خیلی مشهور اون زمان مثل بخارا، مثل نیشابور برند و کسایی که باز بزرگتر می‌شدند و مراحل بعدی علمی رو می‌خواستند پیش برند دیگه به بغداد و بصره و کوفه و مکه و حجاز و اون طرف‌ها می‌رفتند. زمخشری رفتن به بخارا و از بخت تقدیر الهی ایشون افتادن از اون اسب یا الاغی که سوارش بودند و پاشون شکست و این پا تعفن پیدا کرد و آخر مجبور شدند پاشون رو قطع کنند و یه پای که چوبی واسه شون دست و پا کردند و به این صورت زمخشری ما از همون ابتدای زندگیش به اصطلاح با این مشکل روبرو شد. اما این مشکل هرگز باعث نشد که از مسیری که انتخاب کرده عقب نشینی کنه. ایشون بعداً به بغداد سفر کردند، بعدش هم به مکه مکرمه رفتند و مدت زمانی رو در اونجا سپری کردند که به جارالله مشهور شدند و پیرو یک جنبش سیاسی اجتماعی کلامی بودند که در اون زمان بهشون میگفتن معتزله و بر برخی از مفاهیم لغت شناسی و اینا تا یک تصورات خاصی در بعضی از موارد داشتند که با عموم جامعه اسلامی همخوانی نداشت. ایشون در حیطه سلطنت
ابوالفتح ملکشاه سلجوقی بودند که ملکشاه خودشون به علما و اندیشمندان احترام خاصی داشت و به اونا کمک میکرد و اونها رو به خودشون نزدیک میکردن. علما و اندیشمندان روزگار هم به هر حال جارالله رو قدرش رو میدونستند و جالب اینجا بود که ایشون هر شهری که وارد میشدند تا آوازهشون به گوش مردم میرسید همه فقها، علما، زبانشناسان، متخصصان تفسیر و حدیث، گرچه که ایشون در حدیث چندان مهارتی نداشت، جمع می شدند و از ایشون به اصطلاح مفاهیمی رو میپرسیدند، سوالاتی که داشتن، مشکلات زبان شناسی به خصوص در ادبیات زبان و بلاغت ایشون دیگه مثیل نداشت. اون زمانها رسم بر این بود که به اصطلاح یک عالمی وقتی که یک کتابی می نوشت و کتابش مورد قبول جامعه اسلامی و کتابخانه اسلامی و اهل علم قرار می گرفت، می رفتن برخی از علما و اندیشمندان پیش ایشون اون کتابشون رو می خوندن و از ایشون اجازه روایت علم می گرفتن. همین مدرکی که امروزه دانشگاه ها میدن در واقع همین هست که مدرکی رو دانشگاه میده که این آقایی که به اصطلاح با مشخصات فلانی، این آقا در این تخصص رو از این دانشگاه فرا گرفته و الان میتونه در این زمینه فعالیت داشته باشه. در اون زمان که اجازه گرفتن از مؤلف بود که آقای شما زمخشری کتابی نوشتی در تفسیر، مثلا من میام کتاب کشاف امام زمخشری رو پیش ایشون میخونم و ایشون به من اجازه میدن که من روایت کنم. یا برخی از علمای خیلی بزرگ و نامدار و اینا از دور کتاب رو میخوندند و برای مؤلف مینوشتند که ما کتابتون رو خوندیم، حفظش کردیم و اگر شما میدونید با توجه به اون شناختی که از اون عالم داشت به ما اجازه بدید که ما این کتابتون رو از شما روایت کنیم و ما به کتابتون رو تدریس کنیم. یکی از علمای برجسته اون زمان مصر در شهر اسکندریه حافظ اباطاهر سلفی نام داشت. ابوطاهر شیفته کتاب های و نوشته های جارالله زمخشری بود. برای ایشون یه نامه بسیار قوی فرستادن که به من اجازه بدید که من این مؤلفات شما رو به اصطلاح تدریس کنم. اون وقتا زمخشری در مکه مکرمه بود. ببینید ایشون یک نامه ای نوشت که تا الان در ادبیات ما به دانشجوامون یاد میدیم که خیلی خیلی به اصطلاح زبان گویا، پویا، زیبا و دلنشینی دارند. میفرمایند در ابتدای این نوشتهشون: ما مثلی مع اعلام العلماء الا كمثل السها مع مصابیح السماء. میگه یعنی با کمال تواضع و فروتنی که من کی باشم که به شما ابوطاهر الحافظ از سلفی من بیام به اصطلاح به شما اجازه بدم. من مثل یک به اصطلاح یک ستاره بسیار کوچیکی هستم در مقابل این ماه‌ها و کهکشان‌هایی که در آسمون هست. والجهام الصفر والرهام مع الغوادی. مثل یک قطره بارونی هم من در مقابل این رودها و این دریاها. و السکیت المخلف مع خیل السباق والبغاث مع طیر العنا. من مثل یک پشه‌ای هستم در مقابل این پرندگان و این شاهین ها و به اصطلاح پرندگان بزرگ. به این صورت مثلا میخوان بگن که من دیگه کی باشم که مثلا به یک عالم بزرگ و برجسته مثل شما من بیام به اصطلاح اجازه بدم که شما به اصطلاح کتاب منو تدریس کنید یا فلان. این تواضع و فروتنی یکی از علامت‌های همه علماست. هر جایی که به اصطلاح تواضع نبود یعنی اونجا جهل و نادانی بیداد میکنه. هر وقتی که شنیدید یک کسی به اصطلاح از طلبه علم و اینا هی من میکرد، بدونید که این منش از نیم من هم کمتره و ارزش نداره. اونهایی که به اصطلاح اهل علم هستن قدر یکدیگر رو هم میشناسن و هرچه انسان علمش بیشتر بشه علمش به جهلش بیشتر میشه. هرچه عقلش بزرگتر بشه، هرچه علمش بیشتر بشه، میدونه که خیلی چیزای دیگه هست که
اون نمیدونه و میدونه که فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از هر عالم و اندیشمندی دانشمندتر و عالمتری وجود داره. امام ابو منصور جوالیقی شنیده بود که جارالله زمخشری میان به مکه مکرمه برای حج. منتظر ایشون بود تا اون آوازه جارالله رو قبلا شنیده بود. وقتی ایشون رو دید 2 بیت شعر گفت که خیلی جالب هست. فرمودن در این 2 بیتش که کانت مساءلة الرکبان تخبرونی، من از مردم میپرسیدم و اونا به من اطلاع میدن ان احمد ابن علی اطیب الخبری، همیشه برام خبرهای بسیار خوبی رو از احمد ابن علی یعنی زمخشری میدادن که ایشون خیلی انسان وارسته، اهل علم، اهل تواضع، فروتنی هست. حتی التقینا فلا والله ما سمعت اذنی باحسن مما قد رأى بصری. وقتی دیدمش تعجب کردم که اون چیزی که من شنیده بودم، همیشه صدای دهل از دور خوشه، همیشه آدم حرفایی که از دیگران در مورد دیگران میشنوه و تعریفات اینا، وقتی اون طرف رو میبینه که نه بابا این تعریفات به مراتب خیلی بیشتر بود از شخص وزنش کمتره. میگه نه، من وقتی که جارالله رو دیدم که نه، واقعا اون چیزی که من شنیدم خیلی کمتر از اون چیزیه که من دیدم. ایشون بیشتر از اون چیزی هست که در موردشون گفته میشه. زمخشری در واقع امام بود در حدیث و در تفسیر و در نحو و در بلاغه و کتابهایی در تمام این علوم و فنون داره. در مؤلفهایی که در علم زبانشناسی و لغت داره، کتاب اساس البلاغه هست، المستقصی فی الامثال هست، الفائق فی غریب الحدیث و مقدمة الادب، و که مقدمة الادب یک قاموسی عربی فارسی است، و کتاب القسطاس فی علم العروض هم از ایشون هست، عروض و قافیه، و در نحو المفصل فی صنعت الاعراب والانموذج والمفرد رو داره. در حدیث مشتبه اسامی الروات رو داره. در تفسیر کشاف رو داره که بهش خواهیم پرداخت. در فقه کتاب الرائد فی علم الفرائض رو داره. علم فرائض یعنی علم میراث، خیلی از علوم که نیاز به ریاضیات و هوش و ذکاوت داره که بسیار از قضایای مهم فقهی است. در زهد کتاب اطواق، یعنی در عرفان کتاب اطواق و ذهب فی المواعظ رو داره و کتاب نصائح رو. در جغرافیا کتاب الامکنه و الجباه و المیاه در مورد اماکن مختلف، کوه‌ها و آب‌ها و اینا حرف میزنه. و در ادب هم کتاب مقامات رو داره که مقامات یک فن خاصی است در ادبیات که در اون نویسنده با کلمات قدیم یا کلماتی که استفاده نمیشه یا کلمات مشکل زبان به صورت سجع بازی میکنه و به این صورت یک قصه، یک نصیحتی، یک حکایتی درست میکنه که این رو دانش آموزان میخونند و زبان رو به اصطلاح یاد میگیرند و در اون زبانی که یاد میگیرند مهارت خاصی به دست میارند. مهمترین شاهکاری‌هایی که ایشون داشتند کتاب الکشاف و اساس البلاغه ایشون هست. کتاب الکشاف که اسمش هست الکشاف عن حقائق قوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، این شاهکار بزرگ تاریخی امام جارالله زمخشری هست که تفسیر قرآن کریم هست، اما به شیوهی دیگر، نه مثلا دنبال معانی فقهی یا اعتقادی یا فکری گشتن در بین آیات، بلکه در بین آیات لذت بردن از اعجاز قرآنی رو میخواد تجربه کنه. این قرآن یکی از به اصطلاح وجوه اعجاز قرآن که مهمترین شاید هم باشه همون به اصطلاح زبانشناسی و بلاغت قرآن کریم هست که وقتی انسان در علم بلاغت مهارتی داشته باشه از خوندن قرآن لذت خاصی میبره، یک لذتی که به اصطلاح اون احساس میکنه که این کلام رب العالمین هست و از توان بشر بیرون.
این یکی از جوانب اعجاز هست که خیلی ها از اون بی بهره اند. افرادی که به اصطلاح شاید در علم تفسیر هم بهره زیادی بردند، نمیدونم در علم فقه بهره زیادی بردند، اما چون در ذوق لغوی و ذوق زبانشناسی کم دارند، از لذت بردن به قرآن بسیار محرومند. امام زمخشری اومد کتاب کشاف رو واسه همین نوشت که به اصطلاح بیاد این جانب از وجوه اعجاز قرآن کریم رو برای خواننده رو کنه که بیاد به اصطلاح قرآن رو بفهمه. خودشون در شأن این تفسیرشون میفرمایند ان التفاسیر فی الدنیا بلا عددی، در دنیا بی نهایت تفسیر هست، و لیس فیها لعمری مثل کشافی، اما بگم که مثل کتاب کشاف من تفسیری وجود نداره. ان کنت تبغی الهدى فالزم قراءته، اگر میخوای به هدف برسی حتما کتاب منو بخون. فالجهل کالداء والکشاف کشافی، که جهل و نادانی یه بیماری هست و میخوای از این بیماری رها پیدا کنی و درمان بشی، کتاب کشاف دوا و درمان این بیماری هست. کتابشون رو به این صورت نوشتن که آقا بیشتر کتاب به اصطلاح هدفش فهموندن خواننده هست به معانی و ذوق بلاغی قرآن کریم، و واسه همین به اصطلاح حالت سوال و جواب داره که مثلا فإن قلت، اگر شما بپرسید که مثلا این مسئله چطوری است، قلت من در جواب شما چنین میگم. به این صورت قضایا رو بسط میده و از جانب ادبیات زبان و از جانب بلاغت و از جانب لغت شناسی و زبان شناسی میاد کلمات رو، اصول کلمات رو، ریشه های کلمات که از کجا اومدن، چرا این معنا از اینجا استنباط میشه، چه معانی دیگری میشه از اینجا از این آیه استنباط کرد و چرا این کلمه هست مترادف این کلمه اینجا استفاده نشده. همه اینها رو میاد بسط میده که اونجاست که دیگه انسان دهنش وا میمونه و میدونه که این کتاب واقعا کتاب کلام الله مجید به اصطلاح معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. به مسائل فقهی زیاد بها نمیده و روش هم زیاد به اصطلاح خودش رو مشغول نمیکنه باش، چرا که هدف اصلی هدف به اصطلاح بیان اون زیبایی و اعجاز بلاغی قرآن کریم هست. ابن خلکان در مورد امام زمخشری و کتابشون میفرمایند کان امام عصره غیر مدافع، ایشون در زمان خودش امامی بودند که کسی باش نمیتونست رقابت کنه. تشد الیه الرحال فی فنونه، در فنون و تخصصاتی که ایشون داشتن مردم از شهرهای دور و دراز سفر میکردن می اومدن تا در محضر زمخشری بشینند و به اصطلاح کتاب ایشون رو یاد بگیرن. در اون زمان خب یک نوع تنش قومگرایی در حال رشد بود. اواخر دولت عباسیان هست، قدرت نظامی رو به سستی به اصطلاح گذاشته و افراد این ور اون ور جهان اسلام افراد و اندیشه ها و افکار جدیدی دارن ظهور میکنن. ضعف دولت مرکزی باعث میشه که اطراف دست به شورش بزنن و در همه به اصطلاح موارد، به خصوص در همچنین مواردی که به اصطلاح دولت بسیار بزرگ هست و قومیت ها و ملیت ها و افکار مختلفی رو در خودش داره، خب قومگراها هم سبز میشدند و اینا، قومگراهای فارسی اینا هم سبز میشده بودند که اینایی که به این صورت میخواستن از جامعه اسلامی که به اصطلاح گمان میکردن امپراتوری فارس رو کمرش رو شکست انتقام بگیرند به اون تصور جاهلانی که داشتن. اما میبینیم که زمخشری یک انسانیش، حالا محیط خانوادگیش چطور بود، محیط علمی و اینا، میبینیم که عقل بسیار بزرگی داشتن. اونهایی که تنها عقل و اندیشه بزرگی دارن اونها شکار همچنین نعره‌های قومگرایانه اینا نمیشن. میبینیم که امام زمخشری مدافع اول زبان عربی هست، در حالی که میتونست مدافع زبان فارسی باشه،
اما نه، زبان عربی زبان علم و اندیشه هست و از به اصطلاح بیشتر کتاباشون یا قریب اتفاق کتابایی که ایشون نوشتن به زبان عربی هست. و این بود به اصطلاح تفسیر کشاف که محمد ابن شعبه درباره این تفسیر می‌فرمایند که تفسیر کشاف از مهمترین کتاب‌های تفسیر هست و توصیه می‌کنند که همه اهل علم به اصطلاح بخونندش. امام ابن تیمیه هم میگن که اگر ما چشم پوشی کنیم از اعتزالی که در تفسیر هست، لم یسبق مؤلفه الیه، هیچ کسی قبل از زمخشری کتابی به این صورت ننوشته. لما ابان فیه من وجوه جمال النظم القرآنی و البلاغه، که تونسته به این صورت نظم و شیوه قرآنی و بلاغت قرآنی رو به تصویر بکشه. این بود امام جارالله زمخشری، این انسان برجسته و وارسته، و امید هست که ما با خوندن کتاب کشاف و با خوندن زندگی نامه این نامداران سرزمین فارس خودمون رو آماده کنیم تا ما هم در این مسیر سهمی رو ایفا کنیم، چه در خودمون و چه در فرزندانمون و چه در افراد نوجوانایی که در جامعه داریم، تا ما هم بتونیم ستارگانی برای آینده تاریخ مملکت و تا آینده منطقه خودمون و آینده جهان بشریت و اسلام تربیت کنیم.